خب سلام بچه های گل توی خونه. ما کانتنت خاصی نداشتیم امشب. یک فریم از زندگی خودمون رو خواستیم که با شما به اشتراک بذاریم. میخوام یه کارایی انجام بدیم بعد دیگه حالا به خاطر گل روی شما بعدش ما هم کره کنیم دیگه. یعنی کره میکنیم به خاطر گل روی شما. میخوام یه کره خوب و مشتی بهتون یاد بدم درست کنیم. کره غیر پاستوریزه. این کره واقعا پاستوریزه نیست به هیچ عنوان. آره سلام. خب این فیلش یه ذره گشاد شد ولی اب نداره. آقا برو بریم. همچین داستانی در میاد. خب همین تا حالا کپ خوردی؟ کک کسی میخره اینا رو آجی؟ من تو یادم میاد همین تعداد بوده. کی کپ میخوره؟ کره خانواده کره کنیم. کره میخوام زن تو افتاد چه نفت چی بگی؟ خدا یا صبر چه نخوردی اصلا تو اینا؟ نه این که اصلا اون نادل سگیه از این کله قندیه خوشفرده میشه زده به سر آجی. هرچی میبینم دارم میخرم بخورم. وضعیتم خرابی دارم. این حال مناسبی برای غذا درست کردن نیست. بچه بازی پرسپولیس رو داریم میبینید سخت‌ترین شرایط ممکن. خب اول قبل از اینکه کار رو شروع کنی یکی از این نودلا قشنگ معلوم هست یا نه اینا یکی از اینا رو بزنیم بپزن. اینا چیزای خفنیه مثل که خودم امتحان نکردم اینا رو ولی مثل که خفنه. اینو بزنیم بپزه بعد به این سراغ بعد. خب یه سیب زمینی و یه دونشو تدیگی خورد میکنیم برای کف داستان. تخته نداریم. خب کافیه به نظر من. یکیشم چیز خورد میکنیم خلالی.
خب نودله که پخت، بند و وسطش رو بهش اضافه میکنی. این نمیدونم چیه، روش نوشته سویا سس ولی مثل بست تریاک، نمیدونم داستانش چیه. اضافه میکنیم ببینیم چیه. من اصلا خودم نمیدونم این چی هستم کلا، ولی میدونم هرچی که هست باید تا قطره آخر ریخته بشه توش. ای روغن بود. خود سویا سس خودی چرا اینطوریه؟ اگه سسه چرا بسته؟ خدا سفته چقدر. چرا اینطوری آخه؟ مثل که آب میشه حاجی. چه جالب. تو چای باید بگید قشنگ رخ تریاک. بقیه‌اش هم نمیاد دیگه. خب اینو هولش بدیم مرکز داستان، چسبید به چنگال که امیدوارم آب شه. خب اینم که فلفل داداش، چیز خاصی نیست. خب هم میزنیم. این هنوز آب نشده. حاجی این چرا اینجوریه؟ شاید تو چای با ترمیم کردیم میرسیم دادن. احتمال قوی همینطوره. کارشناسان نظر میدن. آره یه ذره بخوریم ببینیم طعمش چجوره. باحاله، مثل نودلیت خودمونه، فقط یه ذره چوسی و افش بیشتره. خب سیب زمینی خلیار اول بریم سرخ کنیم. اینا رو اول شستم، بعد خشکش کردم که نشاستش بره، اینطوری خیلی باحال‌تر میشه. چون رستورانی میشه. تمام خلاص فینیش. خب وای میستیم که سیب زمینی ها سرخ بشه. وسطش دوباره این داستان رو باید تمدید کنیم. بسوز از زندان سوخت جگرم، بسوز از زندان سوخت جگرم. دوست دخترم مادر شد و من هنوز پسرم. اگه پسری دست بزن ماشاءالله. صبر میکنیم این سرخ بشه میای. رو اینا نگیر چون معلومه سیگاره. بچه ها هیچ وقت تو حالت غیر عادی آشپزی نکنید.
اینجوری میشه با قاچاقتون. خب هات بگم کنارش تو همون روغن سرخ میکنیم. چرا این کارو کردی؟ مخاطب بابا ایمان نکن تو رو خورد. خب دیگه کارو میذاریم. زیاد همه جا رو پوشش ندارید ولی اوکی، مشکلی نیست. چشم هم بزنی حتی هاشمی هم نیست. در وهله است. وهله در وهله بعدی کالباس میذاریم. بچه این غذا امتحانشو پس دادم، این غذا رو شوخی نگیرید واقعا. این متاع جادوییه واقعا. همه جاشو پوشش میدیم. این چیه؟ بچه گل کالباس رو براتون پیدا کردم. از درخت کالباس چیدیم. خب در این مرحله خواهر من، برادر من، شما قارچ رو اضافه میکنی. دست و دل نسوخته قارچ بریز. توی این مرحله پنیر اضافه میکنی. محتویات ظرف بیلیته. خب بس این مرحله میریزیم. و اینجا دیگه پنیر موزارلا نمیریزیم ما. اینجا ما پنیر قدا میریزیم. خیلی کرده است نه؟ خیلی. من هم اینطور. واقعا کره بادون زمینیه واقعا. خیلی پاستوری داخل. هر چی امشب باز میکنم درست باز نمیشه. نگرانی اصلی من الان اینه که امیدوارم همه اینا تو ظرف جا بشه واقعا. بد نگرانم کرده این قضیه واقعا، ولی جاش میدیم، نگران نباشید. چه چیزهای بزرگی رو که تو چیزهای کوچیک جا ندادیم. آره واقعا میگم دروغی در کار نیست. ما اینجا با مخاطب رو راستیم. خب توی این مرحله این رو اضافه میکنیم جوری که حالا تقریبی همه جا رو پوشش بده دیگه.
در مرحله بعدی اون نودله بود، نمیدونم یادتونه یا نه، یه نودل داشتیم که خوشمزه بود، خوب بود، اونو اضافه میکنیم اینجا. اون رو اضافه میکنیم اینجا، حالا با کمک دست یا هرچی. ما اینجا با دست اینو سعی میکنیم که به همه جا مسلطش کنیم تقریبا. اینجا دوباره پنیر اضافه میشه. پنیر رو مثل همه آیتم رو پخش میکنیم عزیزم. بعد سیب زمینی رو نه بذار یه چیز دیگه براتون میکنم. چیز سگی، تند سگی. یکی دیگه مونده نه. خب بازم پنیر. این سری کم میرسید. خب آیتم آخری که داریم این سیب زمینی هست. آخرش هم حسابی بسیم میگذاره که دیگه کار بسته بشه دیگه کلا. خب وای نزدیک بود بگاه بریم. خب اینم امضای کار عمو روحی. نه یواش، دعوا نداریم با کسی، یواش، کلا همه کار یواش. خب آقا این رخ کار شد. 25 کیلو الان این مایتابه. خب یعنی محتویات کار شد و بره بپزه. زیرشو زیاد نکنیم، کم کنیم که تدیگا به چخ و عظما نره. خب مردیم تا این درست شد. بریم سراغ برش دادنشو، امیدواریم بشه قلفتی درش بیاریم. خب تدیگش جا موند.
همچین داستانی در میاد. خب به مرحله تست این داستان رسیدیم. چی شد؟ به نظر خودم که قد خفنه. نمیدونید چیه. این رسیپی و این ویدیو باید میلیونی بشه. خیلی خوبه. اگه بازم از اینا میخواین، اگه بازم میخوایم با هم کره کنیم، لایک کنین، کامنت بذارین، ساب کنید، زنگوله رو هم بزنید که اگه با ما به همراه باشید، اگه پیشمون باشید، خیلی با هم کار داریم امسال. کلی از اینا دارم، کلی ویدیوهای دیگه تو راهه و اینکه تنده. دوستتون دارم.